سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگا 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگا برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخباری آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و سپس آن می توانید ببینید. حکومت تاجیکستان قرار را قبول کرد که ثبت رقمی IMEI یعنی رقم بین المللی دستگاه موبیلی همه گونه تلفن‌های موبیلی و بستای علاقه برقی را در نظر دارد. این پیشنهاد از سوی خدمات علاقه صورت گرفته بود. ثبت نام رقمی IMEI در فهرست یگانه دولتی به کی تعلق داشتن این یا آن تلفن را برای اداره‌های دولتی به آسانی معلوم می‌کند. شکل کوتاه شده MEI رقم بین المللی دستگاه موبیلی است که هر تلفن موبیلی استحصال شده در هر گوشه و کنار جهان ناوابسته به نوع و تمغش آن را دارد. مقامات و شرکت‌های موبیلی توسط این رقم یک تلفن موبیلی را از دیگر فرق می‌کنند. جزئیات را کمی دیرتر با تفصیل بیشتر برای شما توضیح خواهیم داد. در مسکو و این خبر خوشحال کننده، گروهی از فعالان حقوق تاجیک اقدام خیرخواهانه را راه اندازی کردند. آنها به مهاجرانی که بنابر رژه کرانتینی بیکار و بیپول ماندن مواد خوراکباری تقسیم میکنند. این فعالان حقوق میگویند هر یک خلطه های عبارت از مواد خوراکباری برای 2 کس پیش بینی شده بود تا 1 هفته میرسیده است. تقسیم کمک چگونه صورت میگیرد در برنامه پیشنهادی شما خواهیم کرد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با شفقت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان صحبت تلفنی انجام داد و برای کمک بشری کشور همسایه به تاجیکستان در حجم 18 واگن اظهار تشکر نمود. این کمک همسایه‌داری دیروز 9 اپریل از راه آهن به تاجیکستان وارد کرده شده، عبارت از محصولات خوراکباری، لوازمات طبی در شرایط امروزی برای ساکنان 2 کشور خطرزا محافظت از کرونا ویروس ضرور تاکید شده است. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان با پخش این خبر میگوید ضمن گفتگوی تلفنی جانبها عاید به خطرهای پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس و آمادگی و مبارزه مشترک 2 دولت اطلاع دادند. در این راستا هماهنگسازی تلاش‌های منطقوی برای جلوگیری از پاندمی به کشورهای منطقه تاکید کرده شده است. کمک بشری ازبکستان از کمزول و عینک‌های محافظتی، محلول کیمیایی ضد عفونتی، دستپوش و حرارت‌سنج‌ها اینچنین آرد عبارت است. ازبکستان به چین و ایران، افغانستان و قرغیزستان هم کمک بشری ارسال کرده است. در تاجیکستان رسما تاکنون هیچ حالت گرفتاری به ویروس کرونا ثبت نشده است. بعد مرگ مرد 60 ساله در شمال کشور 11 طبیب به کرانتین گرفته شدند که او را معالجه می‌کردند. بیمارستانی هم کرانتین شد که طبیبان آنجا بستری هستند. من بعد در تاجیکستان افرادی که به نگاه بین و پرستاری معیوبان مشغولند امتیاز داده می شود. تبری در پارلمان تاجیکستان به ماده 17 قانون نفقه که تعیین نفقه صغارطبی را در نظر دارد تغییرات وارد کرده شد. افرادی که به نگاه بین معیوب مشغولند در وقتی به نفقه برآمدن همچنان سابقه کاری حساب کرده می شود. فعلا حجم میانه نفقه صغارطبی 271 سامانه را تشکیل می دهد. کارشناسان عملی شدن این طرح را که از این به بعد در تاجیکستان پرستاری شخص معیوب همچون سابقه کاری و نفقه پولی پیش بینی شده است قدمی خوب می‌دانند. این موضوع را همکاران ما با آنهایی که در خانواده‌هایشان افراد معلول را نگاه بینی می‌کنند در میان گذاشتند در برنامه خبری برای شما پیشنهاد می‌کنیم. در دوشنبه یک مرکز ویژه ذبح چارپای کلان فعال کرده شد. هدف اساسی این امر پیشگیری از پنجشنبه بیماری سرایتی عنوان می شود. همزمان مؤسس این مرکز از اوکراین 100 سر گاو وارد کرده بعد از پرورش ذبح کرده می شود. این نخستین نقطه ذبح چارپا است که در کنارش حیوانات پرورش می شوند. چون و چرا را در بعد 3 ساعت دیگر بینندگان عزیز و ارجمند منتظر باشید. در تاجیکستان برای پیشگیری از ویروس آب نقره استحصال می‌کنند. دانشمندان بخش کیمیایی در تاجیکستان اول شده برای بی‌ضررگردانی بناها آب نقره را پیشنهاد کردند که به گفته آنها این خاصیت ضد ویروسی و ضد میکروبی داشته است. دانشمندان به طبیبان، همشیره‌ها و فراشات توصیه دادند که خلعت و نقاب‌های طبی خود را با این آب بشویند. یکی از دیگر موضوعات ما امروز همین است. این گزارش هم به تفصیل پیشکش شما خواهد شد. بینندگان عزیز، این بود فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک آنکلاس که همراهی کنید. خدا نگهبان شما.